قدیمی ها راست میگفتن که اگه بخوای عزیز بشی یا باید خیلی دور باشی یا توی گور باشی. خواستم بگم آدم ها این روزها بیشتر قبر شناسن تا قدر شناس، چون تا وقتی زنده ای یه شاخه گلم بهت نمیدن، اما وقتی که بمیری قبر تو گلبارون میکنن. اینجاست که شاعر میگه زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود. Tanıştığımız gün var ya,